همداران عزیز سلام علیکم. امروز 8 سپتامبر سال 2025 قرار داریم در شهر ترسونزاده در انگورزارهای باغ حاجی غلام جان در زیر انگوری نوع آواتار کشمش امریکایی. این باغ رو بینید که تماما همش سیب سیاه آواتار. ولی علاقه خلادینی که یخدانهایش رو پر کرد برای زمستان و باز در بالای درخت پر مونده. همونجا نشان داده همه آواتار. یک شیشته نشان داد همه آواتار. روزی با من خودم تلفن رو گرفته، نشان میتیم خالده چخیل بینید چخیل آواتار. من ببینید که در زمین های سنگلاخ، ببینید زمین های ریگر ترسونزاده من همش سنگلاخ دیدید. من همه سنگلاخ شینوندگی 5 با 5 باشد یا 5 با 6 اینو پیوندی هستند. خود تگی توک حسینی باشد یا دیگه خیلی باشد. بالاش آواتاری که سال 2022 یا 23 همان گرفتگی بود. نمیده چک از همون زیاد کرد. های وقتی که آدم کردان پخته است کارش پیش میرود، عقلانه کار میکند، توکلی نه. من همجوران عزیز این آواتارا رو بینید. من شما در یگان خوشش رو گیریم و با شما نشان تیم. رستم جان قیچی تید من با من قیچی گرفته برم. من برای من انگور چینده اشتیم. من هر سال در اینجا دو یشک دوله دارم. دو یشک دوله دارم. من دوله با اومدم میگیرم. انا بینید این آواتار علاقه بسم الله الرحمن الرحیم خداست. اینا بینید 1 کیلو با حضور میبروید. حالی که 2 کیلوش چین دانمشه. این از من پرسیدم گفت که آخرش موندگی استادکش موندگی. حالی هم بینید که حالی هم اونقدر سوز نه پختگیش هم هست و باز من با شما نقص پختگیش نشون میدم. بی نهایت با مزه شدگیش رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا میمونیم. خیلی باز من یک خوشه نشون تیم که بی نهایت نقص پخته است و خوشه رو خورد اگر بی ملول میخوره. انا بیاد من نگیرم. اینا بینید خیلی سیاه شده است. اینا بینید وقتی که آواتار میپزد با پررگی تو انمی آخرش سیاه میشود تو همجا. بسم الله الرحمن الرحیم. چونون شیرین شده است که موندن گرید. اما حوزی کمتر خمش رو به شما نشون میدم. من حوزی پختگیش رو میخورم. بعد یک خمش رو خورده به شما گم میزنم. این پختگی اینه کمتر پختگی. من ببینید قسم پایینش سرخه دید. اینه ببینید سیب سیاه شدگی. اگر در بازار شما آواتار دیدید و خرید کردید خوشه رو چینید که همش سیاه شدگی باشه. خوشه رو خریداری کنید که سیاه شدگی باشه. سرخش رو نخرید که سرخ قش است. من همین بی مزه است. نه حرکت مزه گرفتگی بده سو بخشش لیکن پخته است هم سرخ هم باشد لیکن سیاهش قند شیرین. دیدید سیاهش قند شیرین و شیرین چه باشد این قند شیرین. من این سرخ این نشد. اینا میخوریم راحت میکنیم. قرص میکنه دی بو. نبینید بسم الله الرحمن الرحیم. حبیبان عزیز من بود باغ آواتار غلام جان پدر آواتارها در تاجیکستان من میباشم چون که من آوردم یک مرتبه رو از خارج کشور و در تاجیکستان این رو زیاد کردیم. این آواتار چی بگم به شما مویز نغز هم میشود. رستم جان مویز کرده ده؟ هر سال مویز میکنید؟ این سال نکردید. خودش میوهش قیمته؟ میوهش قیمت میرود دیگه کیلویی باید مویز قدر ضرورت میوه چی نه؟ انا کو اینو بینید که من امروز یافته برم کجا شده. اینو بینید نیمش مون. اینو بینید نیمش مون. آفایش مون. انا هم درون عزیز اینو بینید
боқача اینا ببینید میوهش قیمت رستم جان میوه این از باغ چند پول رفت سود است من نشون دید 17 18 من نشون سوسته 17 رفت سود است از باغ 15 همون قشی دسته خریدارو بیان اردونا میتید می خلدلی به مانده استیم آه. بفروشیم خلدیم زیوتیشه من تلفن شما مونم می رکلام ده برای فروشنده برای متیم افتاریکو کنی گپ زنیم چی مایل گوید نمرش اکم متیم میمون معلش روزی باشد من رقم تلفن شما میمونم برای که آدمو بسیار انگور میپرسن آبدم همونا من همدورون عزیز من ببینید از من میگیرم یک از نور از نزدیک نشون میدم رستم جان سیاهشو چینید به همدورون عزیز اکنون اپراتور من چقدر از شما نشون داد نمیدونم من خودم نشون میدم ببینید خواهی کنید یک راحت کنید من میشینم از قسم پایون ببینید مهنت رو دیدید توبیستون در گرمی 40-50 گرادوس اینو کار میکنن همه اواتر وای بینید سیوها بینید همدوران عزیز من این بود یک نواره از انگورباغ شهری ترسونزاده در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد ها گفتنی هستم که اینا ما نهالش رو داریم 50 سوم امسال ارزان شد سال گذشته 150 بود ارزان شد با من مراجعت کنید من به شما نهال همه رو یافته میدیم یک سال نهال در پناه خدا باشد